بچه‌ها سلام و درود. خب بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از من، یعنی آقای کلاغ. امیدوارم که تو این روزا حال همتون خوب باشه و امروز اومدیم با ریاکشن با آهنگ تقصیر منه از یه ترکیب خیلی خفن و بمب از شایانیو و حسین تیم که جفتشون واقعا خواننده های خیلی خفنی هن. شایانیو حالا خیلی تو فاز رپ و اینا نیست، یه حالت چطور بگم من یاد تتلو میندازه. شایانیو یه تو سبک آرنبی تقریبا میخونه، نه پاپ نه بعضی جا رپ میشه، همون آرنبی میشه تقریبا اون مدلی که تتلو میخونه. حسین تیم هم که این چند وقته واقعا قوقا کرده و فکر کنم ترکیبشون خیلی خفن شده باشه و آهنگم 3 دقیقه و 23 ثانیه. و قبل از ریاکشن به این آهنگ یادی کنیم از امیر تتلو، هنرمند کشورمون که تقریبا 3 سال توی زندانه و امیدوارم که حالش خوب باشه و هرچی سریعتر بتونه بیاد بیرون و دوباره برامون کلی خاطره بسازه. به امید آزادی امیر تتلو. و بریم برای ریاکشن به این آهنگ تقصیر منه از شایانیو و حسین تیم. برو بریم. Sammy shoot him with a Glocky. میارم با حرفام عشقا تو در میبرم صدامو بالا میترسی دخترم بغض کرد. بچه آهنگم دم شکست عشقیه یا لاوه، ولی به نظرم جفتشون تو فاز شکست عشقی و اینا، مخصوصا شایانیو فکر کنم تو همون مدلا باشه. بریم ببینیم. تنها رو تخت بدن لاغرش داشت میلرزی تقصیر من اگه خوب میادت یه زمان این آدم برات جون میدادش نیستم ولی یکی از دور میپادت خوابی ولی یکی اینجا هنوز بیداره واسه خب آهنگ از این شکست عشقی های سنگینه، مخصوص آخر شباست. از این آهنگاست که آخر شب باید گوشش بدی و با گریه بخوابیه. بریم ببینیم ادامهش چجوری میزنه هر زوری داره قیمت عشق ارزونی آخه شکاکی همش هرچی میشه سر داد میزنم تو هم کم نمیآوردی. بچه اینجاش خیلی خفن بود. یه ثانیه صدا محو شد. ارزونی آخه شکاکی همش هرچی میشه سر داد میزنم تو هم کم نمیآوردی میکردی بودی هر کاری بلا جدیدم که میبینی شلوغ با اینا دورم میگذره با اینا دورم میرم ندارم کاری باد کلن ولی حواست باشه نتونن کاری باد کنن دعوای سر صبح باز حالم بده مثل پشیمونی بده فوشام حالم بده یه عذابی دارم ته وجدانم که نمیتونم بخوابم حتی سر صبح. خیلی آهنگ خفنه بچه، خیلی آهنگ خفنه. و شایانیو تا حالا بهش ریاکشن نداده بودیم و چون توی فاز میگم تقریبا آرنبی رپ نمیشه، اما من واقعا با ترک‌هاش حال میکنم. خیلی خواننده خفنیه. تقصیر من اگه خوب میادت یه زمان این آدم برات جون میدادش نیستم ولی یکی از دور میپادت خوابی ولی یکی اینجا هنوز بیداره واسط میزنه هر زوری داره قیمتش ارزونی آخه قیمتش ارزون نیست. میدونستم منو آخر بگو میده آخه یزی حسین تیه من وارد شد، میدونستم آخر منو بگاه میده ولی ادامه دادم. با من چرا دیگه من خراب
باش فکر کردم آدم حسابیه. من که بیدارم ولی تو راحت بخوابی بج. هر گوی میخوری بخور، هر کاری که دلت میخواد. عادت کردی بحث بکنیم هی بزنی زره زیاد. همونا که مسخره میکردی چقدر بهت میاد. میخواد بره حال نمیکنم ای بره بیاد. یکم جدا باشیم خوبه بره هم. تو پیشت یکی دیگه است ولی زوده برم. اینجاش خیلی باحال بوده. میخواد بره حال نمیکنم هی بره بیاد. بزنی زره زیاد. همونا که مسخره میکردی چقدر بهت میاد. میخواد بره حال نمیکنم ای بره بیاد. یکم جدا باشیم خوبه بره هم. تو پیشت یکی دیگه است ولی زوده بره منم همش خیابونم انگار خون. تو پیشت یکیه ولی زوده برا من. بچه معمولا حال نمیدونم، شاید برعکسش هم هست، ولی پسرا دیرتر میتونن به قول معروف مووان کنن و برن توی رابطه. دختره شاید حتی از قبل 1000 نفر تو دایرکتش هستن، تو اون هستن، حتی شاید خیانت ها ببینید اکثرا، نمیگم آدم های شاید هم اینجوری نباشه، اما اکثرا دخترها معمولا خیانت میکنن تو رابطه هم، و نمیگم 100%، ولی اکثرا اینطوریه. و توی رابطه هم میگم همیشه دخترها نفر بعدی رو دارن، راحت میتونن از این ساعت خیابون راحت میشه پیدا کرد. پسرها هم همینجوری نیست، براشون گزینه‌ای نیست. این یکی از چیزاش. خب حالا از این که بگذاریم، ولی دیرتر هم مووا میکنیم. یعنی خودمونم واقعا دوست نداریم که با کسی بریم و شاید حتی تا چند سال به فکر اون آدم باشیم، یا حتی اگه با کسی دیگه بریم تو رابطه اون آدم تو ذهنمون باشه و دیرتر میتونیم مووان کنیم. ندارم برو دیگه دوست ندارم. میبینی عالم بده تو دلت میخندی. تو که پوست ما رو قلفتی کندی. با من بودی ای طرفو چکش میکردی. خسته شدم از این همه انرژی منفی. من که نتونستم کنم تو رو درستت. همین فرمون بگام میری برو درسته. خر شدی باشو همین فرمون بگاه میری برو درسته. بعضی وقتا میخوای یه آدمی و میبینی داره مسیر اشتباه میره، هی میگی بذار کمکش کنم، بذار درستش کنم، آخر خودتی که بگاه میری. پس به نظرم اون آدم باید ولش کنی. یه بار تلاش کردی نشد، 2 بار 3 بار دیگه، اگه اون آدم نخواد ولش کن، تو بدتر بگاه میری. کولاتو گلو کس و شهر. تو که خودت اومدی این بارم خودت برو بیب. خیلی وقت دیگه حال نمیده هیچی. منو کلی کیری کاری، منو کلی کار ریسکی. خیلی خوش میگذره به مثلا معلوم نی که تو نیستی. ببین چه پلشتیه اون که واسه تو میچید. خیلی وقت ندارم من تحمل هیچکیو. بغل که اینطوریه یا رزوها تیک میخورد. یکم میموندی میساختیمش مثلا چیت میشد. واسه تو سخته واسم یکم میموندی بغلم میساختیمش مثلا چیت میشد. واقعا چیت میشد. سختره که نیستی تو. تقصیر منه اگه خوب نیادت. یه زمان این آدم برا جون میدادش. نیستم ولی یکی از دور میپادت. خیلی خفن بود ترک. ترک شکست عشقی، مخصوص آخر شبا، قشنگ مخصوص آخر شبا، گریه‌زاری بدبختی. ولی ترکیب واقعا بمب و خفن بود. هم حسین تیم هم شایانیو ترکیبشون خیلی باحال شده. خوابی ولی یکی اینجا هنوز بیداره. واسط میزنه هر زوری داره. قیمت عشق ارزون آخه. اینم از آهنگ تقصیر منه، یه فیت خیلی خفن و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آهنگ. و من که خیلی با این آهنگ حال کردم، خیلی خفن بود بچه‌ها، خیلی آهنگ خفنی بود. و شایانیو این یه چند وقت
کمکار بود توی موزیکا. الان چند وقتیه 2-3 تا آهنگ خفنم داده بیرون، اگه شد حتما به ما هم ریاکشن میدیم. حسین تی ام هم این چند وقت خیلی فعال و خوب بوده، آهنگای خیلی خفنی رو کرده. اگه فرصتش بشه حتما به همشون ریاکشن میریم. من که خیلی دوست داشتم این ترکو و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و تا ویدیوی دیگه فعلا خدا نگهدار.